من خرج الى طلب العلم فهو فی سبیل الله. سبحان الله. کسی که خارج می شود از خانهش در طلب علم، فهو فی سبیل الله، او در راه خدا هست، او در جهاد راه خدا هست، حتی یرجع، تا زمانی که برمیگردد به خانه خودش. من سلک الى طلب العلم، من سلک طریقا، کسی که یک راه را، یک مسیر را میگیره به خاطر طلب علم، سلک الله طریقا من طرق الجنه، خدا راه بهشت برش هموار میکنه. اینو گوش کن. و ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. اونهایی که در طلب علمن، فرشتگان که عزیزترین هستن، فرشتگانی که معصوم هستن، فرشتگانی که پاک و منزه هستن، اونهایی که طالبهایی که در طلب علم رای، طالبای مدرسه، ای عزیزانی که صبح وقت میرین قاعده میآموزین، امین علم است. چند تا ایسایبا به ما گفتن که ما قاعده رفته یاد میگیریم، سنشون به 50 و 60 رسیده، کل زندگیشان ارزششان این ساعت هایی است که اینا در قاعده مصروف است. و ان الملائکه، فرشتگان آسمان، لتضع اجنحتها، بالهای خود را هموار میکنند زیر پاهای طالب علم. بلند بگو الله اکبر. هموار میکنند زیر پای طالب علم. طالب علم سر بال فرشته به سوی مدرسه میره. نمیخوای پسر سر بال فرشته باشه؟